السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، یک سوال داشتیم در موضوع همین خفتن. در اول موضوع گفته بودیم وقتی خفتن یک از فتوای شیخ عثیمین دیده بودیم، در همانجا گفته بودن که مقصد خفتن تا بین شب خواندن اجازت هست، فرض فقط. بعد یک چند علمای انگلیسی زبان هم گوش کردیم، همین خیلی میگن باز در مقصد تاجیکستان در دیگر جا گفتگی هستن که مقصد تا از اون بامداد فرض خفتن خواندن اجازت است. همین چه خیلی کنیم استاد؟ مقصد تا اگر دیر مانیم تا بامداد اجازت هست یا اینکه باید کوشش کنیم تا بین شب خونیم؟ کوشش کنه تا نصف شب خونه. اون طرفش هم اجازت است، یعنی نماز قضا نمیشه دو، لیکن مکروه است. اونا طبق مذهب امام احمد گپ زدگی هستند، ولی اون طرفش مکروه است. برای آنکه انسان باید خوابد، اون حدیثی که حدیث ابو برزه اسلمی را شرح دادیم، اونجا یک عباره دیگر بود که وکانه یکره النوم قبلها والحدیث بعدها، و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از نماز خفتن خواب کردن را بد می‌دیدند و الحدیث بعد خفتن گپ زدن را بد می‌دیدند. یعنی که شما تا سحر اگر بامداد خفتن نخوانید، شما کی خواب میکنید و یعنی که یا اینکه شما خفتن خواب کردید، برای همین خفتن به دیر گذاشته. مثلا بعضی انسان ها میبیان بعد شام خواب میکنن برای خفتن نخواندن، بعد وقتی که بیدار شدن تهجد میخونن و یک خفتن میخونن تهجد و بامداد عباره، یا مثلا 5 دقیقه پیش از بامداد میخونن و خفتن میخونن. بله این آدم گناهی قضای نماز رو نمیگیرد، لیکن به هر حال این کار مکروه است، این کار خوب نیست، این کار برده به قضا کردن میرساند. و بنابراین نماز خفتن حتی بعضی علما میگفتن که نماز وسطایی که الله تعالی در سوره بقره تاکید کرده است حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی، خفتن است. گفتن ما در صحبت گذشته و این یه حدیث دیگر هم میاد اونجا با میگویم، گفتیم که قول صحیح نماز عصر است. گفتن اونا گفتن که نماز وسطا، نماز میانه ای که الله تعالی در نظر دارد، این نماز خفتن است، بین نماز بامداد و بین نماز شام، یعنی خفتن است. گفتن برای آنکه بسیار آدم ها با مشقت روز شب کرده است، خواب آمدگی هست، خواباشان آمدگی است، خسته شدگیان، منتظر خفتن شده نمیتونند و کسی که منتظر شود اجری عظیم میگیرد. بنابراین الله تعالی تاکید کرد، میگن که نمازها را محافظت کنید، علل خصوص نماز خفتن را. وسطا مقصد خفتن گفتن و نماز خفتن مخصوصا در فضیلتش با حدیث ها آمده است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته کسی خفتن را در جماعت خواند گویا که نصف شب را شب زنده داری کرده است، و کسی که بامداد را در خفتن خواند گویا که تمام شب را شب زنده داری کرده است. یعنی نصف شب را با خفتن، نصف شب دیگر را با اشتراک به نماز بامداد در جماعت، فضیلت شب را شب زنده داری کردن را به اشتراک این دو نماز در جماعت حاصل میکنه بنده. این دلالت به فضیلت نماز خفتن و بامداد میکنه. بنابراین وقتی که انسان نماز به دیر میگذارد مکروه است، لیکن قضا نمیشد. بله قول صحیح این است که اگر 5 دقیقه پیش از اذان بامداد خفتن خواند، خفتن در وقتش خوانده است، لیکن این عادت نکند برای خودش، همراهی جماعت خواند. در این وقت جماعت نیست،